أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما توفیق داده است و نصیب گردانده است که از این لحظه های نورانی ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده برده ایستاده ایم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم بار الله پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابت دعا و به حرمت این ماه شریف و به حرمت این شب های نورانی و دهه مغفرت، پروردگارا بار الله اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان، دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان، حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگار بار الله از این بلاها و آفتها و مصیبتها و مشقتها، از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده عالم اسلام و وطن عزیز ما را و تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگار بار الله این بیماری ها را از وطن عزیز ما و از بالای تمام مؤمن ها و مسلمان ها دور بگردان. پروردگار بار الله خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، امروز جنازه برادری را ما خواندیم که در سن 23 سالگی از این دنیا به سوی آخرت به سوی پروردگار بازگشت کرده اند. از خداوند عاجزانه مسئله دارم که پروردگار بار الله سفر این برادر مهاجر و مسافر ما را سفر عروسی بگردان و پروردگار بار الله زبانش را برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان و پروردگار بار الله این همه رنج و مشقتی که در غریبی کشیده اند، مرگی که در غریبی دیده اند، پروردگار این همه را سبب پاکیزه شدن از گناه و سبب رفع درجاتش بگردان. پروردگار در برابر این مصیبت برای اهل بیتشون صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. از همه برادران و دوستان خواهش دارم که در حق این برادر عزیز ما که امروز سفر آخرت کرده اند و امروز ما جنازه و خواندیم در حقش دعاگو باشه. اکنون صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوالهایی هست که برادرها برای ما فرستاده اند. برادر عزیز سوال کرده اند که السلام علیکم. السلام علیکم داملای عزیز، من در خوابم پیغمبرمان را خواب دیده ام. این چی معنا دارد؟ به این سوال جواب میدادید. من دروغ نمیگویم، التماس جواب دهید. برادر عزیز، بهترین خواب دیده شخصیتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در خواب بیند حدیثی صحیح است که از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که سمعت نبی صلی الله علیه و سلم یقول من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظ ولا یتمثل الشیطان بی. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر انسانی که من در خوابش ببینه به تحقیق من دیده است، چون که شیطان خودش را مثل من کرده نمیتوانه. یعنی هر انسانی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را در خواب دید، اون شخصیت یعنی خود جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیده است. یعنی دیدن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین خواب است. البته برای شخصیتی که خداوند نصیب کند، کسی که در خواب دید خودی شخصی جناب پیغمبر یعنی صورت اصلی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را می‌بیند. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، میگویند که نام پیغمبرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شنوی باید صلوات فرستی، باید چگونه صلوات را بگویی؟ التماس جواب گویید. خداوند از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر عزیز. وقتی که نام جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را من و شما شنیدیم، یعنی هر جایی که وقتی محمد گفتن
یعنی در گردن شنونده واجب است که صلی الله علیه و سلم بگوید، یا اینکه اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد گوید. اینها همش صلوات هستند. بهتر صلی الله علیه و سلم سبکترش هست، این گویده می شود، یا اینکه اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد هم گوید می شود. یعنی باید صلوات فرسته، چون که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. گفتم بخیل ترین شما شخصیتی هست که در نزدش نام من میگیرن و به من صلوات نمیفرسته. یعنی نام من میشنوه برای من صلوات نمیفرسته. پیغمبر بزرگوار گفتن از همه بخیل ترین شما همون است. وقتی در یک مجلس انسان یک بار نام پیغمبر را یکم بار شنید، برای او واجب است که صلوات گوید، چون که خداوند قرآن امر کرد که استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. الله رب العالمین می‌فرماید که پروردگار و ملائکه ها برای پیغمبر بزرگوار صلوات می‌فرستند. ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، شما هم برای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از تحت دل صلوات بفرستید. هر جایی که یکم بار نام جناب پیغمبر شنیده شد، انسان وقتی شنید گفته شد و انسان شنود، برای انسان شنونده واجب است که صلی الله علیه و سلم گوید. وقتی دوم سوم باشه، علما سنت مستحب گفتن. بعضیا گفتن که هر باره که انسان میشنوه در گردنش واجب است که یعنی صلوات فرسته، چون که از جانب خداوند امر شده است برای صلوات فرستادن به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را. خب برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم. سوال: من در یکی از شهرهای روسیه زن گرفتم. از وطن با مادرش آمد زنم. خب و با مسجد رفته نکاح کردیم، اما در مسجد ملا رازیگی دختر را نپرسید. چی می شود زندگی ما؟ خب در دل نماند گفته پگاه یک تاجیکی خب کهنه زندگی میکردگی محله را یافتیم. گفت نکاح کرده میتوانم. آوردم از روی دفتر خطبه نکاح را خوانده نکاح کرد و او نیز رازیگی دختر را نپرسید. خب نفس و تن خود را بخشیدی را نپرسید. خوشتامنم گفت این چی نکاح بود؟ خب گفته طعنه زد. این چی نکاح بود؟ گفته طعنه زد. خواهشمندم جواب دهید. خب این برادر از سوال کرده که یعنی از تاجیکستان براش زن آوردن، برده است در مسجد و در یک شخصیت دیگه نکاح کرده است. در حالت نکاح کردن یعنی دختر را نپرسیدن که تن و نفس تا بخشیدی و بچه قبول کنه. اکنون برادر عزیز وقتی مثال کار شما و صورت کار شما این چنین باشه که وقتی از دختر نپرسیده باشه که تن و نفست را بخشیدی، در این صورت نکاح شما فاسد است، نکاح شما درست نیست. البته در نکاح شرط همین است که دو شاهد باشه، دو گواه باشه، یعنی دو انسان عاقل سالم باشه و دختر تن و نفس خود را بخشه و یعنی بچه قبول کنه. بعد از اون نکاحشون درست میشه. خطبه خواندن سنت است. خب وقتی که دختر را نپرسیده باشن که تن و نفس خود را بخشیدی، فقط ملا آمد و خطبه خواند و رفت، البته نکاح شما درست نشده است. شما باید از سر نو نکاح کنه، یعنی دو انسان صالح، دو انسان سالم خوب اوجا حاضر کنه. دختر تن و نفس را گویا که من تن و نفس ما به فلانی نام شما گویا تن نفس ما به فلانی را بخشیدم، شما قبول کنه، نکاحتون درست میشه. برادر عزیز برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم برادر، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. اگر نافهمیده نماز جماعت خواندیم، بعد ادای نماز فهمیدیم که وضو نداشتم، نماز ما چی می شود؟ قضا خوانیم یا نه؟ التماس خب به ما چی توصیه می دهید؟ الله نگهبانتون باشه، سلامت باشه برادر عزیز. اکنون وقت شما نماز خوانده، بعد از نماز به خاطرتون زد که یعنی طهارت نداشته. اگر امام باشی، اگر انسان یک طهارت نداشت امام باشه،
تمام جماعت در کلش یعنی واجب است که از سر نمازهاشون خوانن. اگر وقت باشه وقتی میخوانن، اما اگر قضا شده باشه قضایی باید خوانن. اما اگر شما خودتون قوم باشه و در جماعت اقتدا کرده نماز خوانده، فقط شما خودتون تنها وقتی بعد از نماز بیاتون زد که طهارت نداشته، خودتون تنها بعد از یعنی بیاتون زدن طهارت میکنه و نمازتون اگر وقت باشه وقتی میخونه، اگر وقت نباشه قضایی میخونه، نماز جماعت درست شده است. اما اگر شما امام باشه نماز همه درست نشده است، همه باید نمازهایشون رو از سر خوانند. برادر عزیز، اینجا برادری از سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، من یک سوال دارم، التماس جواب دهید. ما یک گروه بچه ها در شهر سنت پترزبورگ کار میکنیم. خب بچه های ما یک چند تاش قریب هر شب زنا می روند. خب گاه شب از من سوم میپرسند برای زنا. من قسم میخورم به نام خدا ندارم، اما دارم، نمیتیم. آیا من گناهکار میشوم؟ التماس خب التماس من جوابش رو انتظارم دامنا جان. اکنون برادر عزیز، شما قسم نخورید. وقتی اونها یعنی گناه میروند، یعنی زنا کنی میروند، کار فحش و فاحشه میروند، شما قسم نخورده برای اونها گویا که من دارم اما نمیتیم برای شما. چون که وقتی انسان قسم دروغی خوره برای وی حانیس میشود، در او کفارت واجب است، باید 10 نفر طعام ده. وقتی انسان یک قسم دروغی میخوره یعنی قسم میخوره قسمش دروغ است، یا اینکه قسم میخوره فلان کارا میکنم وقتی نکرد براش کفارت واجب میشود که 10 نفر طعام ده. البته شما وقتی قسم دروغی میخوره برادر از گناهکار میشه، این گناه است، انسان نباید قسم خوره. اونها را آشکار گویا انسان های فاسق و انسان های زناگر که یعنی من سوم دارم برای شما نمیدیم. قسم نخوری برادر عزیز. البته قسم دروغ خوردن این گناه است. خداوند بازیچه نیست که در هر چیزی به نام خدا قسم خوره انسان. اینجا برادری عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، التماس جواب تین. وقتی زن دوم میگیرید زن اول دانستن شرط است یا نه؟ نه برادر عزیز، وقتی که زن دوم میگیری دانستن رازیگی زن اول شرط نیست. اگر وی خبردار شود قیامت برپا می شود، جنجال سر می شود برادر عزیز. به همین خاطر شرط نیست که یعنی زن اول دانه که شما زنگیر هستی، دانستنش یا اینکه رازیگیش، فقط اینجا عدالت شرطه. عدالت هر دی اونها را یعنی یک رنگ یک نوع نگاه کردن، یعنی عدل کردن شرطه در حالتی یعنی زنها. ولی رازیگی زن اول یا اینکه دانستن شرط نیست برادر عزیز. برادر از سوال کرده که السلام علیکم داملا، یک سوال دارم، التماس جواب میدادید. خب سجده تلاوت قرآن را چی طور انجام میدادیم؟ یک روشنی می انداخته، التماس انتظاریم. اکنون سجده تلاوت در قرآن 14 آیت سجده است. وقتی انسان قرآن ختم کرده که در اون سوره هایی که آیت سجده است، مثلا سوره اقرا و اذا السماء انشقت، و در اون سوره هایی که آیت سجده است در بالای آیت های سجده خط کشیده شده است. وقتی انسان آیت سجده را خوان براش واجب است که سجده کنه. یعنی سجده تلاوت همین است که به شرط های نماز. شرط های نماز چی هستند؟ پای به طهارت، بالای جای نماز، رو به قبله، یعنی راست می ایسته، رو به قبله می ایسته. اگر دانن نیت نویت ان اسجد سجده تلاوت متوجها الی الکعبه گفته نیت میکنه. اگر نیت هم ندانه بدیل قصد میکنه، چون که نیت سجده فرض است، بدیل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنم. الله اکبر میگه را سجده میروه. سجده میروه یعنی دستا را به گوش برداشتن نداره، در بالای جای نماز ایستاد، دستاش در قدش راست میگیره، رو به قبله میسته. اگر نیت دانه که نیتش دانست نیتش میگوید، اگر ندانست بدیلش قصد میکنه که یعنی سجده تلاوت میکنم. الله اکبر گویم به سجده میروه. به سجده رفت مثل سجده نماز بر این 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید.
بعد از اون الله اکبر گویم و از سجده میخیزه که التحیات دوره در قعده مینشینه. وقتی که نشست بعد از اون میگوید که سجدت للرحمن و آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر این دعا را ندانه، البته دعاها و نیتی که به زبان میگوید اینها سنت هستند، مستحب هستند. اگر این دعا را هم که ندانه، رو به قبله میسته، به دل قصد میکنه که سجده تلاوت میکنه، الله اکبر گویان راست به سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید در قعده میشینه. بعد از اون دستاشو میبرداره میگه ای پروردگار همین سجده منو به درگاهت قبول کن، الله اکبر خسته میره. یعنی سجده این است، فقط بین 2 تکبیر الله گوی با دل قصد میکنه، یعنی نیت میکنه که سجده تلاوت میکنم، الله اکبر میگوید، یعنی دستا را به گوش نمیبرد، دستو در قد راست الله اکبر میگوید، راست سجده میروه، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، با الله اکبر میگوید در قعده میشینه. بعد از اون دعا میکنه که ای پروردگار سجده منو به درگاهت قبول کن. سلام هم نداره، نیت سلام نداره، فقط الله اکبر گویان سجده میروی، سجده میکنی، 3 بار سبحان ربی الاعلی میگویی، الله اکبر میگویی، در قعده میشینی. همین سجده تلاوت برادر عزیز 14 بار همین یعنی تکرار میکنی. اگر 1 بار قرآن ختم کرده باشی از گردنت ساقط میشد. خب اینجا برادر سوال کرده، سلام علیکم داملای عزیز، سوال دارم و التماس به سوال من جواب دهید. سوال ما چنین می باشد: خب بعضی آدمان خب بعد از خوراک خوردن چنین کلمه را استفاده می برند، لک شکر، 1 لک شکر می گویند، مگر این درست است؟ خب برای جواب 1 جهان تشکر، برای جواب 1 جهان تشکر. اکنون برادر عزیز این کلمه لک لفظ افغانی بوده، شاید 1000 می شده باشه، شاید میلیون می شده باشه. لک یعنی به عدد شکر برای تو ای پروردگار. البته ضرر نداره، مثلا اگه انسان بگه که 1000 بار شکر یا به حساب شکر ای پروردگار گویا، این جمله ها را یعنی استفاده بردن ضرر نداره، درست است در شریعت برادر عزیز بزرگوار. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، سوال: فرزند 14-15 ساله نماز میخواند، موی زیر نافش تازه کند یا نه؟ التماس جواب بشه گویید. اکنون برادر عزیز پاکیزه کردن موی زیر ناف یا اینکه موی زیر بغل، تگهای کش، اینها سنت مؤکده هستند. البته برای جوانی که وقتی به بلاغت رسید یا انسانی که یعنی این موی ها را برآورد، براش سنت است، یعنی سنت مؤکده است که تگهای کش چینه و زیر نافش تراشه. یعنی این سنتی در حدیث های جناب پیغمبر است که سنت مرسلین است، از پیغمبرهای دیگه هم این چیز باقی مانده است. به این خاطر انسان باید حتما اینها را داشته باشه، پاکیزه کنه. یعنی ماهش اگر یعنی توانست هفتهش 1 بار، نه توانست یعنی ماهش 2 بار، یک هفته پس باید انسان خودش تگهای کش زیر نافش باید پاکیزه کنه، چون که این سنت مؤکده است. یعنی تگ کش چیندن گفتن، بعضی از فقهای متأخرین گفتن اگر انسان تراشش هم سنتی به جا میاد، اما حکمت چیندن به سبب چیندن بوش نابود میشده، بوی تگ کش نابود میشده و روشن، یعنی چشم ها روشن میشدن، نور چشم زیاد میشده اگر انسانی تگ کش چینه. اما اگر انسان تراشه یعنی با هم تازه کردنش هم سنتیش به جا میاد. اما زیر ناف اینم تراشیدنش برای انسان سنتی مؤکده است. البته انسان به اهمیتی به پرواگی کنه نسبت به این گناهگار میشه، چون که سنتی مؤکده در عمل برابر واجب است. جا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم استاد عزیز، 1 سوال دارم. درباره راستا پیشاب کردن یگان چی میگفتید؟ خدا از شما راضی باشد. برادر عزیز درباره راستا، یعنی راستا مردم خودمان چخت پیشاب کردن میگویند. البته اکثر از علمای دین این عمل حرام میدونن، این عمل نادرست است. اگرچه 1 روایت آمده است که والله اعلم حدیث بخاری باشه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدن که یعنی راستا پیشاب کرده است، شاید یگان حالت عذر حضرت بود. اما در مقابل این حدیث با حدیث ها از حضرت عایشه مادرمون هست، از حضرت عمر است که حضرت عایشه مادر گفتن که جناب پیغمبر، که هر انسان گویا که جناب پیغمبر
راستا یعنی چخت پیشاب کرده است وی را باور نکنید. گفتن حضرت عایشه، چون که جناب پیامبر هرگز این کار نکرده است نمیکنه. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم این چنین روایت است که یعنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی داشتن از پیشاب کردن راستا، این حرام است. در روایت دیگر هست که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همه عذاب قبر برای همون انسانی هست که از یعنی چیلچه های پیشاب خود را نگه نمیداره. روایتی هست که به قبرستان میگذشتن، یعنی صاحب دو قبر در عذاب بودن، جناب پیغمبر امر کردن براشون کمی یعنی چوبی تر آوردن. پیغمبر بزرگوار اون چوب از بین دو تا کردن و در اون یعنی قبرهای او دو شخصیت خلانیدن، یعنی پیش کردن، رس کردن. بعد از اون گفتن که تا وقتی که این چوب ها یعنی سبز هستن ذکر میگوین، از خداوند امید دارم که عذاب اینها سبک کرده می شود. بعد از اون حضرت گفتن که اینها از روی گناهی کلان نه بلکه از روی گناهی میده عذاب شده استودن. گناهیتش گفتن این است که سخنچینی داشت، یعنی خبر یک کس به جای دیگر می برد. گناه دیگرش این بود که از پیشاب خودداری نمیکرد، یعنی از پیشاب خودش را نگه نمیکرد، یعنی هم چلچه های پیشاب در پاچه ها و در بدنش می رسیدن. البته راستا پیشاب کردن اکثر علما به اتفاق هستند که یعنی حرام است، نادرست است، چون که وقتی انسان راستا پیشاب کنه البته چلچه هاش در لباس های وی می رسند و لباس هاش بینماز میشن. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملا، اگر یگان نماز 5 وقته را قضا کنی بعد تراویح پیش از ویتر واجب قضا میخوانیم یا که بعد ویتر واجب میخوانیم؟ خب قضایی هم من را اکنون برادر عزیز وقتی انسان قضا کرد ویتر واجب البته را وقت جماعت میخونه، بعد تراویح ویتر واجب خونه، بعد از ویتر واجب قضاییاتون یعنی خواندن گیره ضرر نداره، درست است. میشه که انسان یعنی چون که در این ماه رمضان ویتر واجب اکثرا در خانه ها جماعت خوانده می شود، یعنی بعد تراویح جماعت میخونن، ویتر واجب خونه، بعد از ویتر واجب قضاییاتون خونه می شود. برادر عزیز برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملا جان، یک آدمی نمازخوانه گویی که نمازت را خوان خب به طرز شوخی گوید که نمیخوانم، گناهگار میشود یا نه؟ بله برادر عزیز گناهگار میشود. عبادت و بندگی خدا شوخی ندارد، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد، درگاه خداوند شوخی انسان نمی بردارد. وقتی انسان گفتی باید اگر یعنی ناراحت غمگین زیقم باشه باید نگوید، یعنی گویا که میخوانمش بعدتر میخوانم، میگه که سکوت کنه یعنی خاموش ایسته، نگویا که نمیخوانم. خب برادر سوال کرده السلام علیکم داملای محترم، خب من نماز تهجد میخوانم هر شب 12 رکعت، خداوند به درگاهش قبول گرداند. داملا شما گویید ممکن هست که من همین نماز تهجد به بلند خوانم؟ بسیار نغز میبینم بلند خواندن را، التماس جواب گوید. بله برادر از این سوال ما در شبهای گذشته گفتیم که از نمازهای شب فقط نماز یعنی تهجد را انسان میتواند که بلند خونه، یعنی بلند خواندن نماز تهجد ضرر ندارد و درست است. برادر عزیز بزرگوار السلام علیکم داملا، در همین سوال ما التماس جواب دهید. خب چی باشه که ختم قرآن را در آدمی زنده بهتر ثواب دارد یا به مرده؟ التماس جواب گردانید، از غریبان انتظاره. برادر عزیز ختم قرآن نسبت به زنده در مرده زیادتر بهتر است. به چی خاطر؟ به خاطر که انسان زنده و زنده هست و توانا هست، میتواند که یعنی چیکار کند و خودش ذکر گوید، عبادت کنه، عمل کنه. اما انسانی که از دنیا گذشته است و محتاج است و انتظار دعا است، همیشه یعنی چشم بر راه و نگران است که کی حقی من دعا میکنه. نسبت به آدم زنده بهترش در حق آدمی یعنی گذشته بخشی ثوابش بهتر است. برادر عزیز بزرگوار خب برادر عزیز سوال کرده که آیا وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش می رود اونها می فهمند؟ بله برادر عزیز وقتی که انسان به زیارت قبر پدر و مادرش به یعنی دعا کردن قبر پدر و مادرش می رود
البته را اونها میفهمند که یعنی آمده است دعا کرده است. در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی زیارت اهل بقیع قبرستان می رفتند، یعنی ابتدا سلام می دادن. این سنت است برای انسان که وقتی رفت حضرت می گفتند که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. یعنی حضرت سلام می گفتن برای اونها و به سوی اونها می گفتن که شما یعنی پیشتر آمده به نزدیک ان شاء الله ما هم به شما می پیوندیم. از خداوند طلب دارم برای شما و برای یعنی خودم عافیت را، تندرستی و نجات و یعنی رحمت پروردگار گفته حضرت یعنی که برای اهل قبرستان میگفتن. این خودش در روایت دیگه اومده است که السلام علیکم اهل القبور گفته ای صاحبی قبر، ای اهل قبر گفته. در دیگر روایت هم این چنین آمده است. این روایت ترمذی است. روایت اولش امام مسلم بود. یعنی که جناب پیغمبر برای اهل قبرستان سلام میگفتن. البته وقتی سلام گفته شد اونها حتما میشنوند. به این خاطر وقتی انسان سر قبر پدرش رفت دعا کرد سلام گفت، سلامی و یا دعای و یعنی و پدرش میشنوه. خب برادری از سوال کرده که السلام علیکم داملا در حاجت خانه یگان ذکر گفتن ممکن است با درون دل؟ این مسئله را البته بعضی از علما اجازت میتین برادری از این، اما اکثرا بسیارشون معن میدارن، چون که حاجت خودش مکانی یعنی غژدی و ناپاکی است. همون دعاهایی که یعنی پیش از حاجت خانه در آمدن است، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پروردگار است پناه طلب میکنم از غژدی و غژدی ها که اینجا منظور شیطان و جن ها هستند. یعنی انسان همین دعا را که کرد پیش از حاجت خانه داخل شدنش باید در او درون حاجت باید ذکر نگوید. اما بعضی از علما گفتن بدیل ذکر گفتن ضرر ندارد. بدیل یعنی بعضی ها اجازه دادن بهترش نگفتن، چون که اکثرا معن میدارن. وقتی که برآمد غفرانک گوید که پروردگار تو مغفرت کننده هستی. این وقتی که من در حالت ناپاکی و غژدی بودم و در حالت یعنی غفلت بودم، از ذکر یادت دور بودم، این لحظه را از من مغفرت که گفته. اینها سنت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خب برادر سوال کرده السلام علیکم اکای داملا، اعتکاف در خانه نشستن جایز است؟ خب حتما جوابش را انتظاریم که نزدیک آمده است. رحمت سلامت باشه برادر. از اعتکاف در خانه ها شیشتن، البته این سوال ما از استادها پرسیدیم. این مسئله در کتاب ها نیست، چون که شرط اعتکاف در مسجد جماعت است. از استادها پرسیدیم، برای ما چنین توصیه دادن که البته در این شب و روزی که مسجدها محکم هستند و در مسجدها جماعت نیست، ان شاء الله که انسان اعتقاد کرده یعنی نیت کنه و قصد کنه که یعنی همون ثواب از خود میکنه و اعتکاف شینه، ان شاء الله همون ثواب از خود میکنه. یعنی که برای انسان درست است، یعنی جایز است که در خانه ها هم قصد اعتکاف کنه و هر کاری که در غیر یعنی برای معتکف برای اعتکاف نشستگی معنی است، از همونها خودش احتیاط کنه و دور گیره، دائم در ذکر در تلاوت باشه. ان شاء الله که ثواب معتکف است، ثواب شخصیتی که اعتکاف می‌نشینه ان شاء الله ثواب هوایی میگیره. نباشه این مسئله در کتاب ها نآمده است. این هم مسئله های همین زمانه هستند، همین عصری هستند، معاصرن. خب چه برادر سوال کرده السلام علیکم بابای داملا، شخصی که گروزچیک است بار میکند، خب بر وی سوم میدهند که رفته با بار خر و میتواند که در بالای بار خریدگی یگان روبل ماند و در حق خانواده ما یک دعای خیر کنید. خدا جان از شما راضی باشه. سلامت باشه برادر. خداوند شما را و اهل بیتونه بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردونه. برادر عزیز، وقتی انسان خودش یعنی بارکش باشه، گروزچیک باشه، برای او یک انسانی که بارهاش میبره و بود در برابر بار بردنش سوم میگیره، در این صورت وی کفیل میشوه. او انسان نمیتونه که در بالای اون بارهایی که میخره یعنی پول بمانه و برای خودش فایده کنه. این فقط همون پولی که بارها را میاره، فقط همون پول براش درست است. پولی بارکشیش یعنی پولی گروزچیکیش براش درست است. حق نداره که در بالای یعنی بار دیگر انسان پول بمانه و از این کار کنه، براش درست نیست برادر عزیز.
خب چه برادر سوال کرده السلام علیکم دام الله شیرین سخن آیا خلقیت می توانند با دختری ایشانزاده خاندار شود این درست است یا نه خدا از شما راضی باشد بله از روی شریعت درست است برادر عزیز فقط انسان که از سیدزاده ها و از کلانزاده ها وقتی زن گرفت باید چقدر احتیاط کنه که مبادا که دشنام ندهه گذشتگانی ویا یعنی اصل مثلا دشنام دادن برای همه معنی حرام است اما وقتی انسان از کلانزاده ها که گرفت بهتر باید خوبتر با زیادتر رعایت کنه احتیاط کنه نشوه که یعنی اون دوستای خدا را سبب آزارشون شود آزار ندهه اونها را چقدر هوشیار بودند و این خاطر در شریعت کف گفتند کف یعنی هر انسان برابر خود را گیره هر انسان برابر انسان دارنده از دارنده گیره کم بغل از کم بغل گیره سیدزاده از سیدزاده گیره هر کدام از برابر خودش گیره براش کف بهتر است اما از روی فتوا و شریعت درست است میتونه یک انسان عامی دختر ایشانه گیره دختر داملا را گیره دختر قاری را گیره اینها درست هستند برادر از در شریعت معنی نیستند برادر سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملا نماز تنها گذار سجده سهو لازم شود هر دو طرف سلام میتید یا یک طرف برادر عزیز انسان تنها گذار وقتی سجده سهو واجب شد هر دو طرف سلام میدهد سجده سهو میکنه اما اگر جماعت باشه به خاطر که قوم پریشان و پراکنده نشن مثلا وقتی هر دو طرف امام سلام داد شاید که قوم در حال از جا خیزند به این خاطر انسان در نماز جماعت یک طرف سلام میدهد و یعنی سجده سهو میکند اما اگر تنها گذار باشد هر دو طرف سلام داده بعد از اون سجده سهو میکند چه برادر سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز یک سوال دارم اگر انسان بر درون دلش گوید که اگر من ناز کشم زنم 3 طلاق ممکنه به درون دلش گفتن لبایش جنبیده باشه ولی به آواز 3 طلاق می شود التماس جواب گردانید اکنون برادر از مسئله های طلاق مسئله های یعنی گفتن ما نیستند و طلاق تا به زبان انسان نگوید به زبان نگوید و خودش نشنود طلاق نمیشد به دل طلاق کند انسان در خواب طلاق کند اینها طلاق واقع نمیشه برادر عزیز بهترش مسئله های طلاق برای ما ننویسه چون که طلاق بسیار نازکی ها داره مسئله طلاق باید هم طلاق گوینده خودش باشه گویا که به چی کلمه به چی لفظ گفته است بعد از اون موافق همون لفظ کلمهش برای او جواب گفته میشه در یک حرف در یک لفظ دیگرگون شدن یعنی جواب دیگر میگیرد مسئله طلاق برادر عزیز خناسا باشه خناسا شخصیتی را گفته میشد که نیم نر نیماده میگویند یعنی انسانی که هم آلت مردی داره هم آلت زنانه داره اینها 2 قسم میشوند یک قسمی از اونها یعنی خناسای مشکل میگویند او انسان از هر دو یعنی آلتهایش آب میروه هم از آلت زنانش هم از آلت مردانش آب میروه و بیچاره یعنی نه زن گرفته میتونه نه شوهر کرده میتونه و حالش خیلی دشوار است مشکل به همون خاطر میگویند اما دوم قسمتی خناساها انسانهایی هستند که اگر یعنی از آلت زنانشون آب روه و یا میتوانند که شوهر کنند اگر از آلت مردانشون آب روه و یا میتوانند که زن گیرند یعنی که این 2 قسم میشه و البته این خناساها نشانه قدرت و توانایی پروردگار هستند خداوند میتواند که در یک جسم بدن یعنی 2 گروه یعنی انسان خلق کنه هم نر و هم ماده این نشانه قدرت پروردگار است برادر عزیز بله اینها مادریزاد تولد میشوند اگر منظور از مخنث گفتن شما خناساها را در نظر داشته باشه بله اینها مادریزاد هستند برادر عزیز اینها 2 قسم میشوند گفتیم یک قسمش مشکل است اون بیچاره نه زن گرفته میتونه نه شوهر کرده میتونه اونها را حتی بعد از مردنشون در یک سوت گرفته در درون یگان آب می اندازن میگن اونها را نمیشویند یعنی زنها بدن اونها را دیده نمیتوانند مردا بدن اونها را نمیتوانند دیده اگرچه محرم های خودشان هم باشند این مشکلش است اما خناسای دومی که اگر از کدام آلتش آب روه از مردینگیش آب روه میتونه زن گیره از یعنی آلت زنانش آب روه میتونه که شوهر کنه اینجا برادر سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملای عزیز درباره فطر روزه روشنی می انداختید که
باید فیتر تیاند باید فیتر تیاند و چند سوم سری آدم در روسیه. صدقه فیتر برادر از دین شب گذشته گفتیم که انسان‌های دارنده، انسان‌های قرضیدار نیستند، یعنی نادار نیستند. برای اونها امروزها در روسیه یعنی از 100 سوم تا 300 تا 500 هم گفتن، یعنی حساب مفتیات ها. بهترش این است که انسان هایی که شرایطشون خوبتر است یعنی 200 300 روبل دیهن، اما انسان هایی که با مثال کمتر است، شرایط دارن، کمتر دارن، برای اونها اگر 100 روبلی هم دیهن ان شاء الله که از گردنشون ساقط میشه. و صدقه فیتر را انسان باید همون نزدیک عید دیه، یعنی وقتی 2-3 روز به عید میمونه. اصل واجب روز عید گردنش واجب میشه، بعد از یعنی صبح روز عید تا نماز عید خواندن همین لحظه انسان باید ادا کنه. اما کسی که پیشتر 2-3 روز پیشتر صدقه فیترش ادا کنه، به خاطر که انسان کم بغل هم سوم گرفته یگان چیز برای خودش برای عیدش خره، این براش بهتر است. یعنی که از سر آدم از 100 روبل تا 300 روبل روسی بهتر است که انسان صدقه کنه. ان شاء الله که در این ماه فضیلت ثواب زیاد داره صدقه کردن برادر عزیز. اینجا برادر از سوال کرده: سلام علیکم استاد عزیز، خداوند از شما راضی باشد. یک سوال داشتم، گویید اگر در نماز فرض در 4 رکعت 2 رکعت خوانده یادش برای سلام تیه نمازش چی می شود؟ در حق ما مهاجرها دعاگو باشید، آمین. خداوند بخت سعادت نگهبانتون باشه و خداوند از بلاها حفظتون کنه برادر عزیز. انسان وقتی 4 رکعت نماز فرض نیت کرد و در 2 رکعت سلام داد، بعد از سلام اگر یگان حرکت زیادتی نکرده باشه، مثلا یگان سخنی نگفته یا از جاش نخیست و نرفت، اگر دیادش زد وقتی هر دو طرف هم سلام داده باشه، دیادش هم زد وقتی دیادش زد یگان حرکتی نکرده، انسان میتونه که به همون نیت قطعی خسته 2 رکعت دیگه ش میخونه و در آخر سجده سهو میکنه. اما اگر وقتی که حرکت ناجو کرد، مثلا از بالای جای نماز بیرون شد و یگان سخن زیادتی غیر نماز گفت و یگان کس گپ زد، در این صورت این حالت ده برای شرط است که اثر نمازی فرض بخونه، چون که 2 رکعت نمازش بود شدگی نیست برادر عزیز. خب اینجا الله اعلم مادر باشه سوال کرده: سلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم به این سوال من روشنی می انداختید. من صاحب پسر می باشم، برای من دیگر تولد کردن ممکن نیست. اگر من از خانه کودکان یعنی اینترنت دخترچه گیرم می شود یا بر پسر و شوهرم نامحرم می شود در اسلام جایز است یا اینکه نه؟ روشنی اندازید التماس. خیلی ضرور است. اکنون مادر اسلامی شما وقتی که یعنی میخواهی که دختر گیره، این فقط یک حیله شرعی داره. شما یک کودکی را میگیری که وای شیرخواره باشه. اگر از شیرخواره بیرون باشه، مثلا کلان گیری، اگر شما 5 ساله و 6 ساله گیری، دختر باشه وقتی کلان شد وای یعنی به پسر شما و به شوهرتون نامحرم میشه، اونها دیده نمیتوانند. اگر پسر باشه کلان شد به بلاغت رسید، برای خود شما نامحرم میشه، یعنی شما و دیگه یعنی نگاه کردن نمیتونه. شما گفته که دختر گرفتنی هسته، وقتی دختر گرفتنی باشه شما یک حیله شرعی میکنه، اون دختر از حالت شیرخوارگیش میگیره. شوهر شما یگان اپا یا خواهر شیر دهنده باشه، هوای کودک شیر میدهه. وقتی که شیرش داد وای مادر رضاعیش میشوه، مادرش کشید، یعنی شوهر شما با وی تقایش میشوه، پسر شما با وی یعنی انا پسر تقایش میشه. در این صورت وای دختر میتونه که همراهی شما زندگی کنه. اگر پسر گرفتنی باشه یگان نفر از خش تبار ختون یعنی خواهرتون یا اپتون برای وی شیر دیه، در حالت شیرخواره باشند. بعد از اون برای شما یعنی پسر رضاعی خواهر اپتون حساب میخوره، وقتی کلان هم شد اون برای همراه شما میتونه که زندگی کنه. اگر از شیرخواره کلان باشن براتون درست نیست، چون که اگر پسر باشه به بلاغت رسید برای شما دیدنش درست نیست، اگر دختر باشه به بلاغت رسید کلان شید برای شوهرتون و پسرتون دیدنی وی درست نیست در شریعت. اینجا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملو،
آیا فطر روزه را می توانیم در تلفن یگان محتاج از روسیه خب همچو شاد پرتاییم گذاریم؟ نه برادر از ده شاد پرتافتن درست نمیشه. اما شما میتوانید که در کارت یگان برادر گذرانه، یک انسان محتاج که همون پولگی رو استفاده ببره در کارتش، یعنی کارت هایی که امروز سوپربانک دیگر هستن در اینها گذاری پرتای او گرفته های پول یعنی استفاده بره درست میشه. همچون شاد در نامبر تلفن گذرانه اگر گردن تو ساقی نمیشه درست نیست برادر عزیز. خب برادر سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، اگر انسان در حق شخصی به ایمان دعای خیر کند گناهکار می شود؟ این مسئله را ما روز گذشته گفته بودیم برادر عزیز. اگر دعای خیر طلب هدایت باشه ضرر نداره، دعا کن که پروردگارم انسان به ایمان هدایت کن درست است. اما طلب مغفرت رحمت نمیتونه در حق به ایمان کرده. دعا کن که پروردگار فلانی یعنی شخصیت رحمت کن مغفرتش کن، طلب رحمت و مغفرت در حق انسانی یعنی به ایمان کردن درست نیست، گناه است برادر عزیز. جا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، می گفتید که در حالت حیض به زنها کدام کارها معا و کدام کارها اجازت است؟ در حالت حیض به زنها نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن، تلاوت قرآن کردن، شوهرهاشو از اونها استفاده بردن، همخوابگی کردن، اینها معن هستند. اما دیگر کارهایی که اجازت است براشون، اونها میتوانند که یعنی با شوهرهاشون با اهل و بیتشون صحبت کنند، اونها طعام پخته میتوانند، اونها فرزنداشون شیر داده میتوانند، اونها لباسها را شسته و یعنی نمازی کرده میتونند. کارهای یعنی اینها را انجام داده. کارهای فرضی البته را در حالت حیضشون نمیتوانند برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر سوال که سلام علیکم داملا، اگر آدم در خب وقتی نماز هر جایش رو قپه یا خاره گناهگار، خب گناه التماس گویید. اکنون در وقتی نماز خواندن حرکتی زیاد کردن، مثلا انسان یگان اعضاش میخوره یا بسیار خود را میجمانه یا اینکه مثال یک جوش زیاد میقپه، اگر اینها زیاد باشن از حد زیاد در مذهب خودمون عمل کثیر گفته می شود. عمل کثیر یک مثال یک صورت شامل است که یک انسان یک کاری میکنه که انسان غیر نمازخوان وقتی دیدش میگه این شخصیت ببین در درون نماز چیکار کرده است، آیا در غیر نماز باشه که حرکتی زیاد میکنه؟ یعنی وقتی حرکتی زیاد کرد عمل کثیر میشه، نماز فاسد میشه. اما کم اگر یک بار دوباره یک اعضاش خارید و یک جاش بلند کرد، در این صورت یعنی چی میشه؟ نمازش مکروه میشه و با کراهیت درست است. یا کاری را کنه که با دو دست باشه، مثلا تگمش کشایه یا اینکه تسمش کشایه، کارهای دو دسته را کنه در نماز البته را نماز فاسد میشه برادر عزیز. جا برادر از سوال کرده که سلام علیکم داملای محترم، اگر در نماز در یکم رکعت سوره ناس را خوانی، در رکعت دوم سوره فلق را خوانی، خب نماز فاسد می شود یا نه؟ نه برادر عزیز، این سوره بالا خوندن مکروه است، ترک سنت میشه و مکروه است. انسانی که نیت کرده در حال یعنی در زبان شما سوره قل اعوذ برب الناس خوانی، یعنی از همه پایان ترین سوره ها هست، اون باید چیکار کنه؟ نماز فرض باشه در دوم رکعت هم باید این سوره ناس خونه، چون که سوره بالا خوندن براش مکروه میشه. اما وقتی سهوا خواند و یعنی بالا خونده باشه در این صورت یعنی سهوا باشه فراموشتانه براش ضرر نداره برادر عزیز. خب چه برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملای شیرین سخن، نام سمندر چی معنا دارد میفهموندید التماس ضرور است. برادر از نام سمندر راست ما در لغت ها بسیار نگاه کردیم، تن سمندر یک نوع جانوری است، البته نام فارسی هست، نام مثلا مردانه هست، اما نام یک جانوری بوده است که وی
در درون آتش میگشته است، آتش ویا نمیسوخته است. و یک نوع دیگر از لغت ها گفتن که سمندر یک نوع اسب میشه و یک نوع اسب زیبایی که دلکش و یعنی انسان وقتی که میبینش چقدر هوسش میبره و میفوره، این چنین اسب است. اما اکثر لغت ها گفتن سمندر همون یک نوع جانداری هست که در درون آتش میگرده و یا آتش نمیسوزه. خب برادر عزیز سوال کرده. السلام علیکم و رحمت الله. برادر داملای عزیز، آدم خب فریبگر و زنی گناهگار میشه؟ اکنون برادر عزیز زدن هیچ کار درست نیست، چی فریبگر باشه چی انسانی مقصد نافریبگر باشه، زدن یعنی که برای اونها درست نیست. اینجا برادر سوال کرده. السلام علیکم داملای محترم، من قرآن میخونم لیکن من در پیش یگان کس درس نگرفتم، ممکنه خواندن؟ البته وقتی شما از خود آموز باشه، از پیش خود خوانده باشه، براتون چقدر بهتر میشه برادر عزیز بزرگوار که شما نزد یگان کس رفته یعنی همون ترتیب خواندن تو نگذرانه، چون که تجوید قرآن با تجوید خواندن با ترتیب خواندن قرآن این برای انسان واجب است، ضرور است. کسی خطا خونه یعنی گناهگار میشه و نادرست است، این کلام الله است، این هزل شوخی نیست. به این خاطر بهتر میشه که نزد یگان اهل علم، نزد یگان یعنی قاری بچه رفته، شما این ترتیب خواندن تونه گذرانه براتون بهتر میشه.